بنا به شواهد تاریخ کوروش بزرگ یا لر بوده یا با لرها ارتباط صمیمی و نزدیکی داشت. بعد از تولد کوروش بزرگ و اون پیشبینی‌های اشتباه، کوروش بزرگ را از پاسارگاد به سرزمین آنشان میارن. آنشان، آنزان، ایپیر یا همون ایزه کنونی. البته یک آنشان هم در فارس، استان فارس هست که چون میگن کوروش فرسنگ ها از پاسارگاد دور شده، پس نمیتونه اون آنشان باشه و این ایزه کنونی است که سرزمین بختیاری ها و قوم لر هست. این یکی از نشانه هایی است که کوروش در جمع لرها بود. یکی از بزرگترین جنگ های کوروش بزرگ جنگ بابل و فتح بابل بود. ارتش کوروش بزرگ رو شخصی به نام اوگبارو از ایالت گوتی ها فرمان روایی میکرد. گوتی ها همان گوتفندی های کنونی هستند و این هم نشانه دیگری است که کوروش ارتباط بسیار نزدیکی با قوم لر داشته و پس از فتح بابل کوروش بزرگ فرمان روایی بابل رو به اوگبارو میسپارد. ضمن تبریک 7 آبان روز کوروش بزرگ بر همه خجسته و فرخنده باد، خواستم این روایات رو بگم که احتمالاً کوروش بزرگ یا لر بوده یا با لرها ارتباط صمیمی.